ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 13 سپتامبر سال 2023 خبر داد که جهت بررسی مراجعت دست جمعانه شهروندان ساکنان بنای بلندآشانه واقع در کوچه جامع نویه فردوسی که تحت عنوان منطقه‌خانه نشد بلور شد در هفته‌نامه SSR و شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده است، یک گروه کاری از حساب کارمندان مقامات وکالتدار سازمان داده شد. در اطلاع گفته می شود که در نتیجه سنجش وجه‌های در مراجعت مذکور ذکر گردیده اثبات خود را یافتند. نوابسته از آن که مسئولین منطقه‌خانه مذکور از جانب ساختارهای وکالتدار دولتی جهت رعایت قاعده‌های بی‌خطری از ساختار و حالت سانیتاری و اپیدمیولوژی آگاه کرده شده باشند هم، ولی مشاهده ها نشان می‌دهند که حالا مشکلات جای داشته برطرف کرده نشدند که باعث ناراضگی شهروندان گردیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت مسئول منطقه‌خانه شهروند صمدوف خورشید سال تولدش 1973 استقامت کننده شهر دوشنبه طبق طلبات ماده 473 رعایت یا اجرا نکردن قاعده های بی‌خطری از ساختار و 117 رعایت نکردن طلبات سانیتاری و اپیدمیولوژی در کارخانه های خوراک عمومی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده، همزمان حالت جای داشته پورا برطرف کرده شدند. این چنین مسئولین منطقه‌خانه جهت رعایت و من بعد به چنین حقوق ویرانکنی دست نزدن به طور قطعی با گرفتن زبان خط رسما آگاهانیده شدند. گفته می شود در اطلاع ملیسه پایتخت نظر مسئولین منطقه‌خانه به این قضیه دسترس نیست، اما در عکس‌های نشر شده ملیسه دیده می شود که حوله منطقه‌خانه را آب زده تازه رفتند.